سندهای کریم عبداللویف سابقه‌دار جنگ افغانستان و مؤذن سابق مسجد دهائی در فرخار. پسرش سیمومین حالا فقط سندهای پدر را دارد. خودش در بازداشتگاه است چون با عضویت در سازمانهای ممنوع افراطی متهم می شود. میگه که اکو میگه که 12 نفر شهید که امیرالله سلفیه. 12 نفر با گفتی همون چون که امیر شهیدی بگیسن که امیر عبداللویف کریم دامینویچ سلفیه. کریم عبداللویف را ماهی انور دستگیر کردند و مفتشان میگویند دلیل‌های ثابت دارند که او عقیده‌های افراطی سلفی ها را ترغیب میکرد. پسرش میگوید بغیر از دهقانی دیگر کاری نداشت. همین هتل درخت پیوند میکنند، سودا میکنند درخت پیوند. بود یک شخص تیر زنی سهمیه دوران جدا کرده گیرند. همونجا گندم و پخته و غنخیری خلاصه که زندگی را روی همین پیش میبریم. فرزندان به وزارت امور داخلی زنگ زده گفتند که پدرشان بیگناه دستگیر شده است. در تلفن باوری وزیر داخلی گفتند اتهامات عضویت در سازمان‌های دینی ممنوع بی اساس نیست و تحقیق ادامه دارد. همسایه‌ها در دهه‌ای سیف رحیم افردی میگویند که اتهامات اساس ندارد. همین همسایه قطیمه دویم نغزی سازی میکرد. احوال پرسی میکرد خوجاین من میپرسید نمجا قطیمه گرم میومد من اینجا گرم میزدیم اولی مرا یا من سرلیز میگشتم چه خیلی که در اولی میگشتم مرا نمیگفت همسایت ای خیلی او خیلی تو ای خیلی ایش دینه ایش اسلام مثل دین اسلام یا تی خیلی که مرا گفتگی نیست تاجی مرا نمیپرسید یگان بود که نماز میخونی نمیخونی. کریم عبداللویف تقریباً 10 سال مؤذن دولتی مسجد حاجی اسماعیل اسمت الله زاده بوده است و 2 سال پیش نیز مفتشان او و همسایه‌ها را دعوت کرده درباره عقیده‌های دینیش پرسیدند. یک ادعا این است که عبداللویف مثل سلفی‌ها با شلوار برزده نماز می‌خواند. رفیقان و همسایگان از این اتهامات و بازداشتش حیرت زده شدند. ما این انسان کو با تهمت بوستان شناندگی ما مثال پوچم بالا میکنم در نماز مرحمت ای چی ما سلفیم یا ما سلفیم چی سلفی گنج دارم یه میاد آدم سر خمی پرستویه یکم کسانه زوری میکنه نه چی اکی ما اینا خودم یکم کسانه میوازه کس بگه اینا چی تانی میکنی یا نمون مسئولیتاش میتونم که یا حدیثه خیلی با یکم کس یکم مسئولیت دواگی نیست یکم کار کارگی نیست. در تاجیکستان سالهای اخیر صدها نفر را با گناه پیروی به جریان سلفیه به زندان محکوم کردند. در بعضی حالت محکوم شدگان خود را تا آخر بیگناه مینامند و میگویند قربانی تهمت افرادی شدند که با آنها خصومت دارند.